جمشیدیاروف آخرین ادوکات تاجیک است که 22 آگوست با عیب آشکار نمودن اسرار دولتی بازداشت شد. سخن درباره در شبکه اینترنتی پیدا شدن نسخه حلنامه سود در مورد پرونده 13 رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. دادگاه عالی تاجیکستان این پرونده را جزئی اسرار دولتی اعلام کرد. اگرچه از سیاست‌های نهضت چندان راضی نیستند، اعضای ریاست حزب نهضت تاجیکستان 2 ایون به مهلت‌های گوناگون با عیب کوشش تبادلات دولتی حبس شدند. این حکم از جانب گروه‌های سیاسی و بین المللی پرونده سیاسی عنوان شد. شارحان به این نظرند که مقامات تاجیکستان به این وسیله رقیبان سیاسی خود را سرکوب کردند. جمشیدیاروف از حقوق‌های محمد علی حید، یکی از محکوم شدگان، عضو ریاست حزب اسلامی حمایت می‌کرد. او همچنین برادر یکی از ادوکات‌های زندانی بزرگمیر یاروف است که محاکمه پرونده او با عیب تقلب‌کاری و افراط‌گرایی در سود عالی ادامه داشته روزهای نزدیک حکمش اعلان می‌شود. و این تعیینات وابسته به بزرگمیر یاروف آخر ماه سپتامبر سال 2015 پس از یک هفته تأسیس کمیته دفاع از حقوق بازداشت شده‌های حزب نهضت اسلامی بازداشت شد. بزرگمیر یاروف تا این وقت با حضور فعال خود در پرونده‌های پرسر و صدا در تاجیکستان نام برآورد. سازمان‌های بین المللی دفاع از حقوق بشر بازداشت بزرگمیر یاروف را یک واسطه محدود ساختن دسترسی اعضای حزب نهضت به وکیلان دفاع نامیدند. نوریدین محکموف، جمشیدیاروف، تمنا اشورا و دلبر داداجانова در این کمیته بزرگمیر را همراهی می‌کردند. نوریدین محکموف با اتهام افراط‌گرایی، دلبر داداجانova با اتهام گرفتن رشوه بازداشت شدند. وکیلان دیگری دفاع در پس منظر بازداشت همکسبانشان از دفاع حقوق زندانیان حزب نهضت دست کشیدند. نظارت از بالای کاری ادوکات‌ها و بازداشت آنها از سال 2013 قبل از انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان شدید شد. از جانب شخصیت‌هایی که به رئیس جمهور نزدیک هستند تاکید شده است که باید من یا زید سعیدوف، صاحبکار شناخته تاجیک، پس از اعلان تأسیس حزب تاجیکستان نو با اتهام تقلب‌کاری تجاوز به ناموس بازداشت شد. سازمان‌های دفاع از حقوق بشر قضیه او را سیاسی عنوان کردند. و برای همین ما از اول میتونیم گفت که در حقیقتا این پرونده و حکم و خودی جزا دادن از آزادی محروم کردن زاهد شریف، شهرت قدرتوف، اسحاق تبروف و فخرالدین زاکیروف وکیلان دفاع تاجیک به حمایت حقوق‌های زید سعیدوف برخاستند، اما با مشکل دچار شدند. فخرالدین زاکیروف با اتهام تقلب‌کاری، شهرت قدرتوف با عیب پاره‌گیری بازداشت شدند. دو پسر اسحاق تبروف را با عیب افراط‌گرایی متهم کردند که او این را مربوط فعالیت ادوکاتیش می‌دانست. اسحاق تبروف تابستان سال 2016 از سکته قلب درگذشت. از میان سه ادوکات زید سعیدوف، شهرت قدرتوف همزمان چهره فعال سیاسی بود. او وظیفه معاون رئیس حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان را به عهده داشت و در گذشته از حقوق یعقوب سلیموف، وزیر سابق کارهای داخلی تاجیکستان، حمایت کرد. سال 2015 با پیشنهاد وزارت عدلیه تاجیکستان قانون درباره ادوکات‌ها تغییر یافت و ادوکات‌های تاجیک از امتحان تخصصی گذشتند. وکیلان و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر جاری کردن امتحان خاص برای ادوکات‌ها را یک راه محدود ساختن فعالیت ادوکاتی در تاجیکستان نامیدند. Ladies and gentlemen, in the Republic of Tajikistan, particular attention is focused 22 سپتامبر در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل که حکومت تاجیکستان به توصیه‌های این سازمان پاسخ می‌گفت، کشورهای عضو و سازمان‌های مدافع حقوق انسان از بازداشت ادوکات‌ها اظهار نگرانی نموده تقاضا کردند که آنها فوراً آزاد شوند.